وعلیکم السلام و رحمت الله. استاد ازت خوب هستید انشاءالله. امیدوارم الحمدلله صاحب بارک الله فیک. که یک دو سوال از دو خواهر هست اگر اجازت باشه. باشه. بفرمایید. بسم الله. بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ عزیز، امیدوارم که خوب هستید. من چند روز پیش یک خواب دیدم. در خوابم پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را دیدم که دعوت به حق میکرد و دویدم به آنجا رفتم که مرا هم در آن دعوت به خودش به مرم هم در آنجا در راه راست بماند و بخواستم که در آن اتاق بدرویم. در آن اتاق در آمدم. ابوبکر صدیق و عمر را دیدم که در اتاق بیرونگی بودند و گفتم که میخواهم که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت دارد، میخواهم که مرا هم در اینجا قبول کند. گفتند که یک صبرانه انتظار باش. با آنها یک چند قصد سخن کردم. گفتم که شما ابوبکر هستید؟ گفت که بله. گفتم شما عمر هستید؟ گفت بله. با آنها با من گفتند با زبان عروسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تو را قبول میکند یک دم است و گفتند به من که این خواب هست، تو خواب دیدن داری، این را به شیخ ابو محمد مدنی حفظ الله بفرما بگو. این خواهر نتونست تفسانه خودش اشتراک کند، همین خوابش را گفت. اگر یکی چی باشد همین خوابش رو بگه که برای چی همون مقصد به همین خوابش دیده است و گفته است که به شما را بگنم این خوابشونه. آواز ما هسته؟ بله و شما هست. بارک الله فیکم. اول به همین خوب صحبت میکنیم. البته بسم الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که من رآنی فی رؤیته فقد رآنی فی استيقاظ. هر کسی که مرا در خوابش میبیند بداند که چگونه ای که زنده به زنده کسی را دیده است مثل همون است. پیامبر صلی الله برای چی؟ برای که این شیطان لا یتمثل بی، شیطان به پیامبر مانند شده نمیتواند. هر کسی که پیامبر را در خواب بیند به همون شکلی که پیامبر صلی الله علیه و هستند حتما پیامبر را دیده است و البته این فضیلت است و این اجر است. هر کس پیامبر را خوب نمی بیند و خوب دیدن هم یکی از سبب ها است. شاید شما درجه دین آموزیتون، صادقیتون، موحدگیتون رو الله قبول کرد و شما رو دوست داشت و به دل شما باز خواست که ایمان جای شود، باز خواست که شما را خرسند کند. الله مکافات داد و پیامبر را خوب دید. و این چنین دیدن در خواب، دیدن انسان صالحین، یعنی در خواب انسان صالحان را ببیند به مانند صحابگان را ببیند، این همه بشارت خیر است، این همه بشارت به خیر است و این دلالت میکند که شما در راه خوب هستید و باید باز حرکت بکنید، پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم و از ابوبکر و عمر بکنید. اما ابوبکر و عمر در اینجا شما بگفتند که این خوب را به ابو محمد مدنی رسون. من اگر خطا نفهمم هم خشنیدم. بله بله بله. و بله ابو بله. محمد مدنی این خوابات رو، تو در خواب هستی، این خوابات رو به ابو محمد مدنی رسون. برای چی؟ برای چی همچنین حادثه شدنش ممکن است؟ برای اینکه هر یک دعوتگری که به سوی حق دعوت میکند، هر یک دعوتگری که به منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم رو دعوت میکند، هر یک دعوتگری که به سوی توحید دعوت میکند و مبارزه با کفر و شرک میکند، این دعوتگر همیشه در حالت تنهایی، در حالت مشقت و در حالت مبارزه است. و این چنین دعوتگران شب و روز باز فکر میکنند که کاری که ما میکنیم که به خاطر رضایت الله است، در اساس قرآن است، در اساس سنت است. شب و روز میبینیم آیت ها و قرآن و سنت و منهج سیره از ما قبول بکن.
و این چنین دعوتگران باز میترسند و شخصا خودی من شب و روز از الله میترسم که وقتی که به نزد الله رفتیم و روبرو شدیم این دعوت ما رو الله اگر قبول نکرده باشد، در این دعوت ما اگر ریا باشد، در این دعوت ما اگر کبر باشد، در این دعوت ما اگر مشهور شدن باشد، در این دعوت ما اگر روی خاطری مردم شدن باشد، چهره های ما باز سیاه شود، چی می شود؟ شب و روز در فکر ما همین است، می ترسیم، غمگینیم و از الله می طلبیم که الله ما را خودت در این راه دعوت صادقانه، در این راه تنهاگی، در این راه رنج، در این راه وزنین که راه پیامبران است، راه انبیاء و رسول است، صادقانه با صبر مردانوار نگه بدار و ما را با توحید بگیر. و از این میترسیم، از عاقبت کارمان میترسیم. شب و روز دعا میکنیم و شما دعا بکنید که ای الله ما را به توحید بگیر، به توحید بگیر، به توحید بگیر یا رب العالمین. و انا همچنین غمگینی طالب علم ها، انا همچنین خونی جگر شدن طالب علم ها که الله رحمان و رحیم است و طالب علم ها به واسطه برادران و خواهران موحد میرساند که ای طالب علم ثابت باش، ثابت در دعوت باش، ثابت در گفتن حق باش. و این یک بشارت است به هر یک طالب علمی که در خوابش پیامبر را دید، ابوبکر را دید، عمر را دید و او گفت که به طالب علم برسو. و این بشارت است و این قلب طالب علم را قوی میکند و به او سبب قوت می شود و باز دوچند در این راه صادقانه قدم میگذارد. الحمدلله رب العالمین که الحمدلله رب العالمین که در راه حق هستیم و الله ما را به این راه انداخت و عاقبت این راه جنت است و پیش از مرگ هم الله به ما همچنین بشارت را میرساند. خود ما هم همچنین خوابها را دیدن ما ممکن است و یا در گرد اطراف اهل موحدی دیدنشون ممکن است. این عموما همین است که ای خواهران، ای مادران، ای برادران، این طالب علم شما هست، یک طالب علم اهل سنت است، هیچ کسی نیست، طالب علم است. همراه باشید و به این طالب علم هم برسانید که البته که باز در این راهش ثابت قدم باشد. این چنین خوابها سبب بشارت یک مؤمن، سبب بشارت به یک طالب علم همچنین بشارت قبول کرده میشد. بارک الله فیک. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.